دو کیس جوانا حکم وانا هاتا اکشوان بو ایقاف تنفیذ امد بیجین اکشوان جی هاتا لادان حکمه و کو دادگاه دو که سکالا اکثر که امیدی تومار کر بی او دادگاه شش هیوه هاتا زندان کنو پشتی ما تمیز کری دادگاه بخو اف دعوه رد کر و اف شش هیوه جوه بین هر وصا کو دادگاه کادیتر هاتیا سروی شش هیوه او جی پشتی ما تمیز کری و اف دادگاه جی کو ایقاف تنفیذ امد بیجین کو لدیف ماده 144 یه سزاین عراقی اف شش هیوه و کو حکم نمان بس ایقاف تنفیذ ما و کو دماوی بدی خدا هر خلط یکا دیتنا دادگاه دا بیتا کرنه دیجاره کادی اف سزای بوی دوباره زفرته و حسکین ویجی بو هوا رون کی گلوه چنده دا کو افروکا تقریبا سالک و 4 هیوه که امید مایه زندان دا و هر وصا سالک جیش حکموی و بی 3 سال و 6 هیو بین سالک جی و بی بینا 2 سال و 6 هیو سالک و 4 هیو جی زندان دا وگا و ماوی سالک و 2 هیو دی کاکومت دمین تا زندان دا از سپاسی کویونیت که جان غاسل اربیل دو که جگر زحمت بر وی خلکی جگر زحمت کرد اربیل هات آزاد کردن و هر هات دادگاه کردن جرقاتی ویری هات آزاد کردن جرقاتی ویری تلفن جی قطع کردن ویری سرطان جی قطع کردن ما وای آزاد کی حاکم دادور بیش ما آزاد کرد مدام تا آزاد کرد و محکمه اربیل چیز بیش ما آزاد کرد و میت هر سجنی و وگا و میت تلفن جی قطع کردن و سرطان جی قطع کردن ام همی دارین دادگاه مادن بیش ما آزاد کردن و پا آزاد کرد